امشب به خونه دیر میام گلر. کارها خیلی زیادند. از یوز یگون خبر هست؟ نه، ولی ما هر لحظه در تماسیم. خواطر نشو. شما خوب هستید؟ بله. دخترها همه این جویند. انتظاریم. اردم، اگر خواهی یگون کس رو بفرست این بسته رو از اینجا ببرد، شاید یگون چیزی مهم باشد. حاضر کسی رو روان کرده نمیتوانم گلر. همه به کار بند است. فردا برای دوش گریتم به خونه میروم. بعد گرفته میآیم. میلش جانم. خوب. برای کار. اگر از یوز یگون خبری نو شد ما رو آگاه کن. خوب، خواطر نشو. مادر، یگون خبری نو هست؟ نه. انتظار میشویم. در آن قوطی چی باشد؟ کشویم. شاید تحفه سال نوی باشد. کشو. شاید نکشایم. مبادا یگون چیزی مخفی باشد، بعد از من خفه می شود. با شما چای آرم میخواهید؟ نه جانم، ما تمام روز چای نوشیدیم. از چای هم بیزار شدیم. گرسنه اید؟ خوراک پزم؟ نه اپا گلر، تشکر. برای خوراک خوردن اشتها نداریم اپا گلر. خدا کند که امشب از یوز یگون خبری خوش آید. می آید. انشالله می آید. انتظار شدن اینقدر مشکل است. همسر سرباز بودن برایتون مشکل نیست؟ تمام وقت انتظار می شوید. من حالا رسما همسری سرباز نشدم. می شوم. بسیار مشکل است همین طور. وقتی که آگاه شدم گمان کردم که از سرم آب خنک ریختم. من گمان میکردم که او پلیسی سیاحی است. البته مشکل است. نه خود مشکل نباشد. از این با قوتی ما حیران نشو. روزهای اول هر لحظه که اردم به عملیات می رفت من دیوانه می شدم. یک روز هیچ از یادم نمی رود. او به یک عملیات طولانی رفت. یک شب در دلم سیاهی پیدا شد. زنگ زدم، جواب نداد. پس از چند وقت باز زنگ زدم، باز جواب نداد. شب زنگ زدم، روز زنگ زدم. همین طور 2 روز گذشت. با کسی تماس گرفتن نتوانستم. اون زمان ها نزلی تماما خورد بود. در خانه تنها بودم، دیوانه می شدم. سپس در سرم فکرهای بد می آمدند. یک ناگهان تلفن زنگ زد. جواب دادم. دیدم که اردم زنگ می زند. وقتی صدایش را شنیدم گمان کردم که تمام دنیا از آن من است. گمان کردم که دوباره از مادرم تولد شدم. ولی اردم رنجیده بود، سخت رنجیده بود. چون که 97 مرتبه زنگ زده بودم. مادر جون 3 مرتبه دیگر زنگ زنید 100 مرتبه می شود. در 48 ساعت 97 مرتبه زنگ زدید. این کودک